اگر ما را همین گونه قبول دارن، هدفهای ما را قبول دارن، برنامه آینده ما را قبول دارن، بسیار خوب، بهترین، بیان با ما همکاری کنن. ما هم نیاز داریم شاید که در آینده بتوانیم با اون هدفهای مشترک برسیم. اما اگر از روز اول بگن که نه ما شما را کمک میکنیم به شرطی که شما این شرط ها را قبول کنید، فردا مثلا به جای من یک نفر دیگر بیاد رهبر شود، باز به من خیلی که به دیگران شرط میمونن، به من هم شرط بگذارن که خب ما به پیمان کمک میکنیم به شرط که خودت باز گشته رئیس پیمان شوی و فلانی نباشد. خب این را من قبول نخواهم کرد. میگم گوش کن، این شرط استقلالیت پیمان رو از بین میبرد و خودی من رو بازیچه دست شما میکنه. تصور کنید که من با دستور و با سفارش کدام بیایم رهبر پیمان شوم، فردا نمیتونم مستقلانه تصمیم بگیرم و این گونه رهبر رئیس رو هیچ کس هم قبول